سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به استریم جنگ جهانی دوم. بچه قبل از ویدیو شروع کنم یکم باز کردم که تا ویدیو شروع کردم بهم حمله نکنن. الان من فقط باید قدرتم افزایش بدم که جرأت نکنم به من حمله کنن. افزایش قدرت من از این پهبادا میخرم. 5 تا از این پهبادا خریدم برای امنیت بیشتر. یکی از اینا تو موشک و ماشین رو منهدم میکنه، نمیذاره بهم حمله کنن. اینجا میذارم. اینا چی هن؟ تفنگن؟ ببینم اینا نه با پهبادن اینا. دستم خورد روی شلیک. اگر خواستین سری بعدش هم بزنم داخل کامنت ها بنویسید جنگ جهانی دوم بذار. مردم چقدر قوی تر منن. یکم خونه بخرم. ندارم، اینم پول ندارم. اینترنت ضعیفه. آن درست، اینترنت هم درست شد. بابا چطوری شد؟ اینجا جا نداره مثل این که باید بریم اینجاها که امنیت نداره. مثلا قبل از اینکه بازیش کنم تا حمله موفقیت آمیز داشتم، یکی به عربستان یکی به کانادا. اینم بقیه چطوری هن بهشون حمله کنم. یکی ضعیفه. بچه اولی حمله رو در نظر گرفتم، به اون کشور میخوام حمله کنم. الان نشونتون میدم. من یه موشک لول 1 بخرم. آها به اینجا میخوام بچه حمله کنم. شلیک میشود و خب خونه نترکی چون این موشک ها زیاد بریدن. حمله ای وای آنه درست. خب اون کشور این که بخواد یکسان شد. ها برم مهمات بخرم تا حمله کردم بتونم بزنم. یکی دونه از این تانکای لول آخر میخرم. چند دونه از این تانکای لول که لولشون بالاست. چند تا از این میخرم. یا خدا غزلم میاد کجاه؟ اینو منهدمش کردن. به من حمله میکنی؟ نفهمیدم کی به من حمله کرد. فکر کنم ای بابا محافظ دورشه.
خب بچه‌ها در از ویدیو خیلی خوشتون باشه، لایک کامنت فراموش نشه. دوستون دارم یه دونه اید و کانال ما هم دنبال کنید و اگر دوست داشتید بذارم حتما به من در کامنت ها بگویید.